جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین شاد و خوش و خرم باشین. بنده به نوبه خودم سال تحصیلی جدید را خدمت شما بینندگان عزیز، شما دانش آموزان عزیز و همچنین والدین محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که سالی مملو از علم و دانش را پیش رو داشته باشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. طبق روال معمول برنامه را از سوالهای بینندگان که از طریق SMS سوالاشون رو فرستادن آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که البته سوالها رو نیز از طریق فیسبوک و بقیه وسایل ارتباط جمعی نیز میگیریم و در این لیست قرار میدیم، در لیست SMS البته. بیننده پرسیدن که آیا حدیث صحیحی وجود دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعن فرموده باشند آنهایی را که صحابه بزرگوار را دشنام میدهند؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در این هیچ گونه شک و تردیدی نیست که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که تربیت یافتگان دست رسول الله و مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند بهترین انسانهای تاریخ بودند و الله متعال در جاهای متعددی از قرآن کریم آنها را ستوده. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها و آیات بسیار دیگری که الله متعال از آنها اعلام رضایت فرموده و مژده داده آنها را به بهشت. و مژده دادن به بهشت معنیش این است که الله متعال تا آخر زندگی از آنها رضایت داشته. اما در مورد لعن و نفرین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم روایات صحیح و صریح وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودند ما را از این که اصحاب و یاران ایشان را، کسانی را که ایشان انتخاب کردند به همراهی خودشون، آنها را در واقع لعن و نفرین بکنیم. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تسبوا اصحابی، اصحاب ما را فحش ندهید، دشنام ندهید، ناسزا نگویید. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر یک کسی از شما به اندازه کوه احد یا هموزن کوه احد طلا صدقه بکند و انفاق بکند در راه الله متعال، ما بلغ مد احد ولا نصیفه، به اندازه یک کفی به اصطلاح غذایی رو که به اندازه پوری کف دست اگر اصحاب من صدقه بدهند یا حتی نصف این رو صدقه بدهند، این در واقع این کوهی که به اندازه کوه احد شما طلا بدهید به اندازه یک کف دست اونها یا نصفش هم در واقع نمیرسد. و این نشانه فضیلت و ارزش و فضلی هست که الله متعال به اصحاب رسول
رسول الله صلی الله علیه وسلم عنایت فرمودند در این که دشنام دادن به اصحاب رسول الله، یاران و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام قطعی هست، منهی عنه هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کردن. در این روایتی که عرض کردم در صحیح بخاری و مسلم و بقیه روایتی که وجود دارد. اما روایتی که در زمینه لعن اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کسی که صحابه را دشنام داده باشد لعن فرستاده باشد، در این زمینه روایت صحیح وجود ندارد. و روایت معروفی که در این زمینه هست من سب اصحابی فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، طبرانی و دیگران روایت کردند و از نظر سندی ضعیف هست، یا چه بسا که ضعیف بسیار ضعیف باشه، ضعیف جدا هست. اما خود این که رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی فرمودند از این کار و نهی معنیش حرمت هست، حرام هست دشنام دادن به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. چه بسا اگر این دشنام دادن از روی این بغض و عداوت و از این که اونها مسلمان بودند، پیامبر رو نصرت کردند، اسلام رو منتشر کردند، اگر به این خاطر کسی دشمنی بکند با اصحاب رسول الله یا فحش و ناسزا بگوید، این در واقع کفر آور هست. بیننده بعدی سوالی پرسیدن در مورد این که گفتن مدتی است که در کشور هند مشغول به تحصیل هستند و در اتاق لیلیه یا خوابگاه با یک کافر غیر مسلمان زندگی میکنند. گفتن میخواستم بدانن که حکم نجاست در صورت دست تر زدن به شیر آب و دستگیره دروازه که از مشترکات است چگونه است؟ آیا بعد از تماس دست تر با آنها دستها نجس می شود؟ و در ضمن حکم خوردن غذاهای آنها چگونه است؟ مثلا نان که آنها خمیرش را درست میکنند، آیا درست هست خوردن یا نه؟ اصل در مورد انسان به صورت کلی طهارت هست، یعنی انسان به صورت کلی مسلمان و کافرش اصل در اون طهارت هست. حتی بعد از مرگش هم علما یعنی تصریحاتی دارند که انسان در واقع نجس نمی شود و طاهر هست. منتها مطلبی که ایشون شاید در شک افتادن به خاطر آیه سوره توبه هست، آیه 28 که الله متعال می‌فرماید که انما المشرکون نجسون، که مشرکان در واقع نجس هستند. این بحثی که در سوره توبه و در مورد نجاست مشرکان اومده، این نجاست یک نجاست ظاهری و فیزیکی نیست، یک نجاست معنوی هست و هیچ ربطی به بدن انسان که مسلمان باشه یا کافر باشه در واقع ندارد. در این زمینه از مفسرین نقل قولهای زیادی شده. امام طبری رحمت الله علیه از قتاده نقل کرده که مراد از نجاستشون این است که در واقع جنوب میشوند و چه بسا که غسلی انجام نمیدهند، پس بنابراین نجس هستند. یعنی این که نجاستشون یک نجاست معنوی هست و این نظر جمهور اهل سنت و الجماعت هست که نجاست مشرکان که الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده یک نجاست معنوی هست و نجاست ظاهری و فیزیکی و خارجی نیست که اگر به یک چیزی دست بزنند، به لیوانی دست بزنند، به غذایی دست بزنند، دستشون خیس باشه، به لباس یک مسلمانی دست بزنند، معنیش این نیست که لباس مسلمان در واقع نجس شده. و در این زمینه دلایل بسیار زیادی وجود داره، من جمله این که الله متعال نکاح اهل کتاب رو برای مسلمانان جایز قرار داده. اهل کتاب یهود و نصارا که در شرکشون و مشرک بودن نصارا خصوصا هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره، اما با وجود این الله متعال جایز قرار داده برای مسلمانان که با اهل کتاب، با زنان اهل کتاب یعنی یهود و نصارا ازدواج بکنن. خب قطعا وقتی که زن و شوهری زندگی مشترکی رو دارند به همدیگر دست میزنند، به لباس همدیگر دست میزنند و بقیه مواردی که در این زمینه به وجود میاد. و اگر یعنی مجرد یعنی لمس کردن دست یک کافر، بدن یک کافر این نجس آور بود و بدن نجس میشد، معنیش این بود که نباید الله متعال اجازه میداد که یک مسلمان با یک یهودی یا مسیحی ازدواج بکند. و مطلب دومین که الله متعال همچنین برای اهل کتاب یهود و نصارا طعام آنها را یعنی ذبیحه آنها را الله متعال برای ما حلال قرار داده. یک مسلمان میتواند که از غذای یک یهودی یا مسیحی بخورد. غذایی که در اینجا معرفی می شود یعنی ذبیحه شون، حیوانی که در واقع ذبح کرده باشند. و ما میدونیم که الله متعال در سوره اعراف میفرماد و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث،
که رسول الله صلی الله علیه وسلم و به صورت کلی شریعت اسلامی مبناش بر این است که طیبات را، این چیزهای پاکیزه را حلال میگرداند و خبایث را حرام میگرداند. خب غذای اهل کتاب را حلال قرار داده برای ما. اگر قرار بود که به خاطر خمیر کردن یک آردی یا پختن غذایی خود غذا نجس بشود، معنی نداشت که غذای اهل کتاب برای مسلمانان در واقع حلال شمرده بشود. غیر از این روایات متعددی ما داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم غذای یهود رو میخوردند و در ظرفه های اونها غذا میخوردند. هدایایی رو که میفرستادند هم استفاده میکردند. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از مشک یک زنی که در واقع کافر بود و مشرک بود، از مشک اون که در خونش بود آب نوشیدند. خب قطعا اون دست زده و آب داخل مشک کرده، اما با وجود این ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از اون استفاده میکنند و دلایل بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که مراد از نجاستی که در قرآن آمده که مشرکان نجس هستند، این نجاست معنوی هست، یعنی یک نجاست حکمی هست. بدنشون نجس نیست. اگر دستشون ولو اینکه خیس باشد به لباس شما، به دست شما دست زدن و غذایی رو برای شما آماده کردند، پختند، نان آردی رو خمیر کردند، به هیچ عنوان در واقع نجس نمی شود. چه طرف مقابل شما اهل کتاب باشد یا حتی غیر مسلمان باشد، مطلقاً سیک و هندو باشد یا هر مذهب دیگر و دین دیگری رو داشته باشد، به هیچ عنوان نجس نیست و در این زمینه شما نباید دغدغه‌ای رو داشته باشید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که گفتن برپایی جماعت دوم در مسجد آیا جایز است یا نه؟ در این که جماعت یکی از واجبات شرعی هست و از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم یک دستور اکیدی شده و تهدید شدند کسانی که برای نماز جماعت در واقع حضور پیدا نکنند و خود این تهدید دلیل بر وجوب هست. هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره و اتفاق نظر علما هست. اما در مورد تکرار جماعت در یک مسجد یک صورت‌هایی هست که به اتفاق جایز هست و صورت‌های دیگر هست که به اتفاق ناجایز هست. صورتی که به اتفاق جایز هست مانند مسجدی که سر راه هست، در مسیر راه مردم و مسافران میان در اونجا نماز میخونند. خب هر گروهی از مسافران که میرسند وقت نماز میشود در اونجا میروند، نماز را اقامه میکنند و با جماعت نماز میخونند، هیچ گونه اشکال نداره. ولی اینکه 100 جماعت هم در اونجا برگزار بشود هیچ گونه اشکالی ندارد و به اتفاق علما این مورد جایز هست. موردی که به اتفاق علما ناجایز هست و حرام هست این است که به طور مثال در یک مسجد همیشه 2 تا جماعت برگزار بشود. یعنی همیشه یعنی اختلاف وجود داشته باشه و مردم همیشه بگن جماعت اول ساعت فلان، جماعت دوم ساعت فلان باشه. این به اتفاق جایز نیست. یا اینکه مردم تبانی کرده باشن که ما خودمون دیر میریم به مسجد و بعد از این که بریم در مسجد خودمون نماز جماعت میکنیم. این جزء مواردی هست که از نظر شرعی چون که تشتت می آورد، اختلاف دو دستگی می آورد، این موارد جایز نیست. اما مورد این که اتفاقا چند نفری بعد از نماز جماعت وارد مسجد شدن و وقت دیر رسیدن، وقتی که به مسجد رسیدن دیدن که نماز در اونجا تمام شده. در این زمینه فقها اختلاف نظر دارند، دیدگاه های متعددی وجود داره، اما قول راجح در این زمینه این است که در این صورت جماعت ثانی را خوندن هیچ گونه اشکال ندارد. در صورتی که اتفاقی باشد، بدون تبانی قبلی باشد، به عنوان یک عادت همیشگی در مسجد نباشد که مردم بفهمند که جماعت اول فلان ساعت هست، جماعت دوم فلان ساعت هست. اتفاقی اگر افرادی رفتن در مسجد و نماز جماعت تمام شده بود هیچ گونه اشکالی ندارد، میتوانند که نماز را با جماعت بخوانند. دلیلش هم حدیث ابی بن کعب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلات الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده، که این که یک نفر با جماعت نماز بخواند، با برادر خودش 2 نفری نماز بخوانند، این بهتر هست نزد الله متعال، محبوب تر هست از این که یک نفر بخواد که تنها نماز بخواند. پس بنابراین نماز با جماعت ارزش بیشتر و ثواب بیشتری رو دارد. تا جایی که ممکن هست ما باید که سعی بکنیم که نماز را با جماعت بخونیم. اما در مورد خود این مورد که
کسی که دیر به مسجد برود، چند نفر اگر جمع شدند می توانند که نمازی رو با جماعت بخونند. در سنن ترمذی روایت اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که در مسجد نشسته بودند، یک فردی وارد مسجد شد و شروع کرد به نماز خواندن، یعنی به نماز فرض نرسیده بود، نماز جماعت، و بعد از آن شروع کرد به نماز خواندن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من یتصدق علی هذا فیصلی معه، چه کسی به این صدقه میدهد، به این معنی که با اون نماز بخواند. وقتی که تنها نماز میخواند خب نمازش یک برابر هست، یکی نماز حساب می شود، و وقتی که با جماعت نماز بخواند 25 مرتبه یا 27 مرتبه ثوابش بیشتر می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که چه کسی از شما با این فردی که به نماز نرسیده جماعت برقرار می کند، می رود با اون نماز می خواند که نماز جماعتی بشه، و این صدقه هست در واقع که به اون داده که ثواب نمازش بیشتر بشود. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند شدند و با اون فردی که به نماز نرسیده بود جماعت دوم را در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقامه کردند. در این صورت اشکال ندارد، اما در صورت‌های قبلی که عرض کردم که همیشه مردم مطمئن باشند که دو تا جماعت وجود داره یا بر اساس تبانی باشد، این موردش جایز نیست. و در صورتی که مسجدی هست که در مسیر سفر هست و مردم مسافر هستند و در این مسجد سر راه میان نماز میخونند، در اون صورت هیچ گونه اشکالی نداره، بالا اینکه 10 جماعت هم برگزار بشود جایز هست و مشکل شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالی پرسیدن در مورد قضیه‌ای که برمیگرده به گرفتن پناهندگی در کشورهای اروپایی. گفتن که اگر یک نفر به این دلیل که میتونه زندگی و خانوادهش را نجات بده و الان در شرایط سختی است، میتونه دینش را تنها از روی ظاهر به مسیحیت تغییر بده و بعد از رفع مشکلش باز توبه کند و به دین خود رجوع کند، لازم به ذکر است که این تغییر تنها در ظاهر می باشد و هیچ گونه تبلیغی در مورد دین مسیحیت صورت نمیگیرد یا هیچ گونه تغییری در دین مسیحیت صورت نمیگیرد. در مورد اظهار کفر و اینکه انسان مسلمان باشه در قلب خودش و به خاطر منافع مادی، چه ازدواجی باشد، گرفتن پناهندگی باشد، گرفتن نمیدونم یک وامی باشد یا هر مواردی که دیگر باشد، به صورت کلی منافع مادی مطرح باشد، در چنین صورت‌های اظهار کفر جایز نیست. تنها در یک مورد تظاهر به کفر جایز هست که انسان میتواند تظاهر به کفر بکند و اون هم موردی هست که الله متعال میفرماند الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی که مکره باشد، مجبور باشد، به معنی این که تحت فشار باشد و زیر شکنجه و تهدید باشد و چاره جز این که اقرار به کفر بکند یا تظاهر به کفر بکند ندارد. این اگر تظاهر به کفر نکند خود را میکشند یا اینکه یکی از اعضایش را به طور مثال قطع میکنند، در این صورت جایز هست که انسان تظاهر به کفر بکند برای نجات جان خودش، این صورت جایزش است. اما برای این که به یک مصلحت دنیوی برسد، پناهندگی بگیرد، وامی بگیرد، پناهندگی هم فکر کنم فقط اگر اعلان مسیحیت بکنه فقط چند ماه کارش زودتر راه میندازه، در حالی که اگر اعلام نکنه هم تفاوت چندانی نداره. در هیچ صورت در چنین مواردی که هست، یعنی وقتی که به خاطر منافع مادی باشه، تظاهر کردن به کفر و مسیحیت یا هر دین دیگری در واقع جایز نیست. الله متعال میفرماید ذالک بانهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الاخره، این به خاطر این که کسانی که حیات دنیا را بر آخرت ترجیح دادند، الله متعال در ادامه آیه میفرماید و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کسانی که کافر هستند الله متعال قوم کافر را هدایت نمیدهد، به این معنی که آنها را موفق نمی کنند که به خاطر منافع مادی بیاند و تظاهر به کفر بکنند، از اسلام اعلام براءت بکنند، چون این چیزی جایز نیست. اما اگر انسانی در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته، تحت شکنجه هست و جان خودش در خطر هست که مبادا کشته بشود یا اینکه قطع عضوی مثلا صورت بگیرد، در این صورت ها جایز هست و اشکال ندارد، اما برای منافع مادی به هیچ عنوان جایز نیست. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن و بینندگانی که میخوان تماس بگیرن، باز تکرار میکنم مثلا میشه لطف کنن سوالاشون آماده باشه، اولین قضیه سوالها آماده باشه و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید وقتی که تماستون وصل شد. بیننده بعدی پرسیدن که میخواستم در مورد حجاب معلومات داشته باشم که در کشورهای خارجی چطور میتوانیم زندگی کنیم و با حجاب باشیم. یکی از دوستای ما نامزدش در کشور آمریکا زندگی میکند
او هیچ حجاب را خوش ندارد، یعنی اون شوهر، و از دخترم خواسته که حجابش را دور بیندازد و دختر خیلی پریشان است که چه کار بکند و اگر به اونجا برود حجابش را باید دور بندازد. ولی گفتن که به اون دختر گفتن که تو این کار را بکن چون گناه بر شوهر نوشته میشد. آیا این حرف درست است یا نه؟ تا زمانی که یعنی هنوز نامزد هستند، یعنی ازدواجی صورت نگرفته، یعنی اینکه هیچ گونه حقی یعنی در میان این دو تا نفر در واقع مترتب نیست، صرفا یک وعده به ازدواج هست. و در مواردی که اطاعت از شوهر در تضاد با اطاعت الله متعال باشد، هیچ گونه جایز نیست که انسان از شوهر اطاعت بکند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در جایی که اطاعت از مخلوق، ولو اینکه پدر باشد، مادر باشد یا شوهر یا هر کسی دیگر باشد، وقتی که اطاعت از مخلوق مساوی هست با نافرمانی الله متعال و عصیان خالق، در این صورت بر شما لازم نیست که و جایز هم نیست که شما اطاعت بکنید. در مورد حجاب آیات متعددی وجود دارند، احادیث متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود دارند. حجابی که به معنی پوشاندن بدن هست، حجاب که به معنی پوشاندن بدن هست، یعنی پوشاندن سر باشه، موی سر و گردن باشه و بقیه بدن باشه، در این هیچ گونه اختلافی وجود نداره. از دیدگاه تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت این جزء واجبات هست و به خاطر این که شوهر راضی نیست یا نمیپسندد یا مجبورش کرده، انسان جایز نیست که در واقع دستور الله متعال را و یک واجب شرعی را ترک بکند و نافرمانی را از الله متعال انجام بدهد. الله متعال میفرماید قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، که یک دستور اکیدی هست که الله متعال دستور داده که ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. خمار به معنی روسری هست، چارقد، روسری و چیزی که سر را میپوشاند. الله متعال دستور داده که روسری را و این چادر را شما بر گریبان خودتون بپیچید، یعنی این که سرتون باید کاملا پوشیده باشد. و همچنین الله متعال در سوره احزاب خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، جلباب خودشون را، چادرهای خودشون را بر خودشون در واقع فرو بگذارند و خود را بپوشند با چادرانشون. و در این مسئله هیچ گونه اختلافی در میان علما وجود نداره، یعنی در مورد پوشیدن سر و گردن و موی سر و دست و پا، ساعد و ساق پا، هیچ گونه اختلافی وجود نداره در میان علما و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند که این واجب هست و به خاطر رضایت شوهر یا اطاعت از شوهر ترک واجب هیچ اونان جایز نیست. و این که به شما گفتند که شما اطاعت بکن گناهش برگردن شوهر هست، نه، چنین نیست. در مواردی که شما میدانید که گناه هست 100% و واجب شرعی رو شما دارید ترک میکنید، گناهش برگردن خود شما هست و در این زمینه شما نباید اطاعت بکنید. و حتی از مواردی هست که اگر زن بخواهد که به خاطر این مسئله طلاق بگیرد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد، برایش جایز است که تقاضای طلاق بکند و با چنین مردی اصلا زندگی نکند. ازدواج نکنه بهتره. ازدواج نکند با چنین مردی اولاتر است و انشالله حتما الله متعال یک انسان پرهیزگار و مؤمن و متعهدی رو انشالله که نصیب تمام خواهران و دختران ما بگردن. انشالله. جزاکم الله خیر. تماشای بینندگان عزیز وصله و باز بنده تکرار میکنم که بینندگان عزیز از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و سوالاتون نیز آماده باشه. اولین بیننده عزیز را میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوالی ما درباره عایله‌داری بفرمایید. صدای شما وصله و سوال شرعیتون لطفا. زندگی صاحبی 2 فرزند. صداتون رفت، چه شد؟ یکم بلندتر صحبت کن. زندگی صاحبی 2 فرزند با واسطه شیطان با مردی نامحرم چند ماه صحبت کرده. بله. با جایی که شوهر اطلاع پیدا میکند
یک مرتبه با اون مرد نامحرم خلوت کرده است. یعنی بدون حضور شوهر؟ بله. درست. برای این شوهر کدام عمل بهتر در نزد الله؟ این را طلاق کند یا اگر این زن توبه کند گناهش بخشد و زندگیش را ادامه دهد؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ التماس دعا. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید گرامی. صدای شما وصله. از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید برادر گرامی. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم استاد. خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. سلام و سلام به استاد بزرگوار. سلامت باشین. در خدمت من شما. دو سوال داشتم. سوال اولتون؟ یکی سوال که من در این شبا که هست خواه میبینم همیشه در جماعت مثلا دم داخل مسجد هست و مردم در جماعت پیش میکنه بیا تو نماز بدین. پشت بیان تو خواه میبینم چند شب هستن و شب اول که نماز خواندم الحمد شریف خواندم در جماعت یک عالم شیعه هم هست و هم کش میکنه میگه بیا تو نماز بیتی و دیگر هم هست مثلا یک بابا که خدا بخشه رفته از دنیا او هم هست و دیگه مردم های بزرگ دیگه هم هست اینجا. و این سوال اول. سوال دومی که در نماز تهجد که هست میتونی همیشه مثلا 2 رکعت بخوانی بعدش هم که مثلا همون 3 رکعت تو واجب میخوانی همون 5 رکعت میشه میتونی همیشه همینطور بخوانی یا مثلا که 6 رکعت یا 8 رکعت نماز تهجد بخوانی که باز طول میکشه و بخاطری که باز سری کارم میری درست. یکی مشکل برای ما تمام میشه. این 2 سوال میخواستم از استاد بزرگوار پرسان کنم. سلامت باشین. انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مالشه محترم خوب هستین بخیر. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. وقتی که انسان در نماز فجر به خواب باند اگر وقت سرخی آفتاب میگه که در وقت نماز خوانده نشود میگه که باید میگه می آفتاب برای میگه باز نماز اذان گفته شود بعد قباد گفته شود باز نماز سنت و فجر همین ترتیب بخواند میگه در افغانستان میگه از طریق قرآن و سنت همین چیزش صحیح است جایز است یا جایز نیست؟ درست. و سوال دویم این است که در افغانستان فرقه به نام طریقه‌ای است. فرقه؟ فتوا فرقه طریقه‌ای برقی؟ همین ذکر میکنه که ذکری ها یعنی؟ طریقه ذکر میکنه الله طریقه‌ای. ولی اینا در مجلسشان همیشه چیز میکنه فتوا همین علمای موحد در چیز میکنه وهابی میگه و دیگه کافر میگه مانند که مولوی شیخ عبدالقاهر است مولوی شیخ سراج الدین از قندوز ما میگه کافر است میگه اینا یک مسلمان کافر میگه اینها مسلمان گفته شده میتونه اینها چیکار؟ اینا مسلمان گفته میشه یعنی درست. سوال دیگه هم دارین؟ درست. سوال سوم این است که بدون بعض آدم در نماز تهجد در نیت تهجد خواب کنه بدون شخص نماز تهجد بله با نیت نماز تهجد خواب کنه باید خیست نماز تهجد خوانده باز از پیش نماز با امنت خوانه و دیگه چه رقم میشه در این حالت؟ درست. تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. شما خوبه؟ سلامت باشین، در خدمت شما است. من سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. اینجا در بلوچستان دولفا هستن، سلفیار میگم زد میکنه کلان، هر کس میگه بغیر این چهار مذهب باشه زده کلان، از اسلام خطر رده. اینو میخواستم توضیح بدیم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بخیر، ممنون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. استاد بزرگوار، من از محضر مبارک احمد رضا محضر مبارک عبدالقدوس بزرگوار سوالی داشتم، اینه که فرمایید که ولی به معنای دوست هست در غدیر. ابوبکر در صحیح بخاری و صحیح مسلم غدیر ولی رو علمای اهل سنت میگه فلما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. مترجمای اهل سنت ولی رو به عنوان جانشین ترجمه کردن. آقای احراری و آقای دکتر لاوژه در صحیح بخاری ولی رو به عنوان جانشین ترجمه کردن. چطور هست که پیامبر به امیرالمومنین میگه و هو ولی کل مؤمن من بعدی، شما میگید ولی به معنای دوست هست، ولی نوبت ابوبکر و عمر که میرسه ولی رو به عنوان جانشین ترجمه میکنید. علت چیه بزرگوار؟ اشاره پاسخ دریافت میکنید. جان؟ اشاره پاسخ دریافت میکنید، اگرچه که بس سوال شرعی هست و بحثش اینجا نبود، ولی انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطف کنید یکمی بلندتر هم صحبت کنید. اسلام الدین هستم از تاجیکستان. در خدمت شما هستیم آقا اسلام الدین. ما راننده همین موترهای بارکش هستم. رمضان در سفر بودم، در یک آشخانه در یک مسجدی که در سر راه هست، در همونجا نماز ظهر گذاریدم. دو سه نفر آمدن همون نمازخوانی من اعتقاد دادن که من سنتی پیغمبر در نماز ظهر 4 رکعت و 2 رکعت سنت نگذاشتم. اونا بعد نماز به من گفتن که من حق نداشتم که سنت در سفر خوانم. درست. حالا که من مسافر هستم و روزه خودم که باید که من بخورم، برای که شرایطی که راهی که ما میبینیم همون 300 کیلومتر مسافه، در اونجا همه شرایط مهیا است که من شرایط دارم که روزه رمضان را بگیرم. یگون وزنی به من، یگون مشکلی به من نمیخوره. درست. سوال دوم این بود که حاضر الان نماز عشا را تماشا کردم در حرمین، در حرم شریف. امام در قفا ایستادگی خوانده است، در گرد خانه مردم در صحن مسجد نماز گذاشته. همه چی میشه که از امام پیش رفتن؟ درست. در حرم دیگه. همین دو سوال داشتم. رحمت خداوند. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. ابراهیم هستم از ایران. بفرمایید آقای ابراهیم، سوال شرعیتون؟ سوالم اینه که اگر شخصی در دعاش بگه که خدایا به طفیل محبتی که به محمد یا به یه امام یا به یک پیری چیزی دارم، این چی میشه؟ مثلا حکمش چیه؟ این درسته درست نیست؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بیننده رو بگیرین تا دوباره بعد از میان برنامه سوال بگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. استاد بخشید سوالی داشتم. بفرمایید. مدری انس هستم از تاجیکستان. در ما نماز ظهر تخمینا 10 کم ساعتی یکی نصف روزی نماز با جماع میشن. ممکن است که
من در خانه 12 و 15 تخمینا 12 و 20. از آن ساعت چنده یعنی؟ بله. از آن ساعت چند داده می شود؟ از آن ساعتی تخمینا 10 تا کم یک. برای شما ساعت چند نماز بخونید؟ قبل از حتی از آن نماز بخونید؟ آیا ممکن است همین رو میخواستم از استاد؟ نه یعنی حتی قبل از این که از آن داده بشه شما آیا میتونید نماز بخونید یا نه؟ منظورتون این است؟ بله. درست. تشکر میکنم از شما. بعد استاد ببخشید سوال دیگری داشتم. قیام روز کی می شود؟ همین رو میفهمونده استاد. قیام نداشتم الان قیام روز در وقت قیام روز نماز خواندن درست نیست. همین رو استاد میفهموندن. دیگر سوالی نداشتم. الله مهربان پاداش خیر بیاد به همه. سلام باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم از شما. در اینجا بینندگان عزیز یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هرچه از آن برخوردار شده اید بهره زندگی دنیاست و آنچه نزد الله است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و ماندگارتر می باشد. آنان که از گناهان بزرگ و از کارهای زشت دوری می کنند و چون خشمگین می شوند گذشت و چشم پوشی می نمایند و آنان که دعوت پروردگارشان را پذیرفتند و نماز را برپا داشتند و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است و از آنچه به ایشان داده ایم انفاق می کنند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا در تماس‌های بینندگانی که تماس گرفتن، اولین بیننده پرسیدن که اگر زنی که دارای 2 فرزند هم هستند چند ماه با یک نامحرمی بدون حضور شوهر صحبت کرده باشند و بعد شوهر متوجه شده که این خلوت میکردن با نامحرم، حالا شوهر باید چه کار کنه؟ آیا باید طلاق بدهد یا صبر کنه؟ صحبت کردن با نامحرم بدون مورد
و در صورتی که نیازی نباشه، مانند یک نیاز شرعی یا که مشکلی رو حل کردن مشکل زندگی باشه، جایز نیست. یعنی بی مورد صحبت کردن با افراد ناجایز و خصوصا افرادی که سخنانی که در واقع فقط در میان زن و شوهر مجاز هست و ناز و اشوه‌گری هست، به هیچ عنوان جایز نیست که با نامحرم انسان این گونه صحبت بکند. اما به هر صورت صحبت کردن صرفا یک نوع در واقع گناهی هست، معصیتی هست که انجام داده شده و این برمیگرده به نظر شوهر و یعنی دلیل قوی برای طلاق دادن نیست و مناسب نیست که به خاطر یک اشتباهی که یک زنی انجام داده اون رو طلاق بدن، زیرا که راه‌های دیگری وجود داره قبل از این که منع بکند این زن را، نصیحت بکند این زن را و اسباب این کار را جلوگیری بکند تا جایی که میتواند و با افراد ریش سفید و بزرگتر از اون زن که در خانواده و فامیل هستند با اونا این قضیه رو مطرح بکند و به یک صورتی سعی بکند که این زن را از این کار در واقع باز بدارد و نهایتا اگر باز نیامد و شوهر نمیتواند از نظر روحی روانی با چنین زنی در واقع زندگی بکند، ابلاغ بکند به اون زن که من نمیتوانم با این روش با تو زندگی بکنم، میتونه از هم دیگر جدا بشن. اما اگر منظورشون این است که خلوت صورت گرفته، یعنی این که زن شوهردار خیانت کرده به شوهرش، مرتکب زنایی شده، اگر چنین زنی توبه بکند برای شوهر جایز هست که با اون زندگی بکند. بالفرض یک خطایی از اون سر زده در واقع در زمانی که پایبند دین نبوده یا هر موردی دیگر، اما الان توبه کرده، پشیمان هست، با هیچ فرد نامحرمی ارتباط نامشروعی ندارد، برای شوهر جایز هست که و میتواند با چنین زنی زندگی بکند. اما اگر زنی هست بی بندوبار هست، توبه نکرده، همچنان این عمل زشت را ادامه میدهد و به هیچ عنوان هم راضی نیست که از چنین عمل زشتی دست بکشد، در این صورت زندگی کردن با چنین زنی جایز نیست. الله متعال میفرماید که الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکه، مرد زناکار این شایسته زنان زناکار است که با زنان زناکار در واقع ازدواج بکند، یا کسی که مشرک هست و زانیة لا ینکح الا زان او مشرک، این دو گروه شایسته یک دیگر هستند. و حرم ذلک علی المؤمنین، زنانی که کارشون فحشا و فساد هست و این عمل بی‌عفتی رو انجام میدهند، برای هیچ فرد مسلمانی جایز نیست که با اونها ازدواج بکند، مگر در صورتی که ثابت بشود که زنی قبلا این کار را انجام داده بوده اما الان 100% توبه کرده و دنبال چنین گناهی نیست. در این صورت جایز هست که با چنین زنی ازدواج بشود یا اینکه شوهرشون را نگه دارد. در هر صورت ازدواج کردن با زنانی که عفیفه هستند و پاک دامن و محسنه هستند این اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. بیننده برای در مورد یک تعبیر خوابی سوال کردن که در خواب دیدن که برای یک جماعتی که در مسجد بودن امامت کردن، گفتن چه حکمی داره؟ انشالله می‌داریم که معنیش در واقع معنی خوبی باشه و یعنی این که شما می توانید که با تقوای خودتون، با پرهیزگاری خودتون، با امر به معروف و نهی از منکر شما می توانید پیشوای مردم قرار بگیرید و در این زمینه کوتاهی نکنید. نشانه این است که شما باید بیشتر در این زمینه انشاءالله فعال باشید و ما امیدوار هستیم که شما در منطقه خودتون جزء کسانی باشید که در تقوا و پرهیزگاری انشاءالله زبان زده مردم باشید. انشاءالله. جزاکم الله خیر. و سوال بیننده بعدی گفتن که به خاطر مشغله کاری که وجود داره آیا می شود نماز تهجد را فقط 2 رکعت خواند و بعد وتر خواند یا باید 6 رکعت یا 8 رکعت خواند؟ در نماز تهجد هیچ گونه در واقع اجباری نیست. هر مقداری که انسان بتواند جایز هست برایش نماز بخواند، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، یا هر مقداری که برایش میسر باشد جایز هست. روایتی از در این زمینه از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه که در صحیح مسلم هست میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که میتواند که نماز وتر رو در آخر شب اگر بیم دارد که در آخر شب بیدار نمیشود، نماز وترش رو در اول شب بخواند و اگر امیدوار
هست که در آخر شب بیدار می شود، بهترین این است که نماز شب را تأخیر بکند به آخر شب. و در مورد نماز شب به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست یک قاعده کلی رو به ما دادند که صلات اللیل مثنا مثنا، که نماز شب 2 رکعت هست. یعنی به ما اجازه دادند رسول الله صلی الله علیه و سلم که 2 رکعت بخوانیم و مشخص نکردند که 2 رکعت یا 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت یا بیشتر. صرفا فرمودند که صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب 2 رکعت هست، هر مقداری که شما فرصت کردید. فاذا خشی احدکم الصبح صلى رکعتا واحده توتر له ما قد صلى. اگر ترسیدید که فجر بدمد و از آن گفته بشود، 1 رکعت وتر اضافه بکنید. 2 رکعت خوندید، نزدیک از آن بود، خب 1 رکعت وتر بخوانید. 2 رکعت خوندید، 4 رکعت خوندید، 6 رکعت خوندید، 10 رکعت خوندید، هر مقداری که توانایی رو داشتید می توانید بخوانید و بعد از آن 1 رکعت بخوانید که نماز وترتان می شود. از این حدیث معلوم می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عدد مشخصی را، تعداد رکعاتی را مشخص نکردند که حتما باید این مقدار بخوانید، کمتر یا بیشتر از اون جایز نیست. به صورت کلی تشویق کردند که شما آخر شب صلات وتر بخوانید، نماز بخوانید و در وقت سحر نماز بخوانید و استغفار بکنید و موردش رو فرمودند که صلات اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت هر چی می توانید نماز بخوانید و هر مقداری که توانایی رو داشته باشید. منتها بیشتر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که 8 رکعت میخوندند به اضافه نماز وترشون. اگر کسی پایبند سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، نمازش رو کیفیتش رو بیشتر بکند و همون 8 رکعت رو بخواند، این اولاتر و بهتر است. اما اگر کمتر خواند، هم تهجد رو انجام داده و این فضیلت رو حاصل کرده و اگر بیشتر خواند هم هیچ گونه مشکلی وجود نداره و مخالفتی با سنت انجام نداده، زیرا که در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کردند که هر چی میتوانید و برای شما میسر هست نماز بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نماز صبح، نماز فجر خواب افتادن، وقتی که بیدار شدن دیدن که شفق صبح یا سرخی صبح داره بیرون میزنه. آیا باید صبر بکنن نماز نخونن تا آفتاب کاملا بالا بیاد یا میتونن نماز بخونن؟ در این زمینه یک روایت کلی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند از نماز خوندن یا قبر کردن میت، دفن کردن میت. 3 اوقات نهانا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. در 3 وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو منع کرده که نماز بخوانیم یا اینکه مردگان رو ما دفن بکنیم. یکی وقت طلوع آفتاب هست، یعنی در صورتی که قرص خورشید هنوز طلوع نکرده و نصف قرص خورشید دیده میشه و هنوز کامل طلوع نکرده، و دقیقاً هنگام استوا وقتی که خورشید وسط آسمان هست، و وقت غروب که قرص خورشید کاملا غروب نکرده. این 3 مواردی هستند که جزء اوقات مکروه هستند یا اوقاتی که نماز خواندن در این موارد حرام هست و طیف گسترده‌ای از علما معتقد بر این هستند که در این 3 وقت نماز فرض و نماز سنت و نفل و سنتی که ثواب داشته باشه یا بی ثواب باشه، تمام اینها به صورت کلی در واقع حرام هست. و در کنار این روایت دیگری هست در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که می‌فرمایند من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که از خواب افتاد، نمازی رو نخوند یا نمازی رو فراموش کرد، به محض این که بیادش اومد اون نماز رو در واقع بخواند، به محض این که بیدار شد آن نماز رو بخواند. این حدیث صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما اگر به خاطر مراعات کردن این اختلاف بالفرد، اگر یک فردی در وقتی بیدار شد که قبل از نماز اشراق بود، خب وقت نماز فجره، این از زمانی که سپیده میدمد یا به تعبیری اذان گفته می شود تا طلوع آفتاب، این وقت نماز فجر هست. وقتی که شما مطمئن شدید که شما وقتی بیدار شدید که هنوز آفتاب ندمیده، یعنی وقت نماز صبح هست. و وقتی اگر بیدار شدید که یک قرص خورشید، یک مقدار تازه اشعه و نور خورشید در واقع پراکنده شده و آفتاب بر اومده، یک مقدار که هنوز کامل نیست، اولاتر و بهترین است که صبر بکنید، چند دقیقه 10 دقیقه صبر بکنید تا اینکه خورشید به صورت کامل طلوع بکند و بعد از آن نماز بخونید. این اولاتر و بهتر است که در واقع بر هر دو تا حدیث این گونه عمل می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این بود، گفتن که در کشور افغانستان یک فرقه یا طریقه صوفی هستن که ذکر میکنن در مجالس و در مجالس خود علما و دعوتگران معروف را وهابی و کافر میگویند.
آیا اینا خودشون مسلمان حساب میآین یا نه. و بیننده دیگری هم گفتن که از بلوچستان هستن، گفتن که گروهی هستن که سلفی ها رد میکنن و حتی آنها را خارج از اسلام میدانن. در این زمینه گفتن توضیح بدن. در مورد مسلمانانی که متاسفانه دچار بدعت و خرافات بودن، یعنی یک مسائلی رو در دین ایجاد کردن، بدعت‌ها و خرافات و مراسمی رو در این دین افزودند که در زمان رسول الله نبوده، در زمان صحابه نبوده و در زمان ائمه بزرگوار ما نبوده. تمام اینها بدعت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در دین ما یک چیزی رو ایجاد بکند که در آن نبوده، این مردود هست. یعنی چیزی که در زمان رسول الله نبوده، اگر امروزه ولو اینکه بزرگترین عالم زمان بیاد یک کاری رو ایجاد بکنه، بدعتی رو پایه‌گذاری بکنه، این از دیدگاه ائمه اهل سنت و الجماعت مردود هست و دین فقط اون چیزی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دین بوده. و تمام ائمه بزرگوار ما، امام ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و تمام ائمه و بزرگانی که نام و نشانی از اونها هست، ائمه فقها و محدثین، تمام اونها اصلشون بر قرآن هست. این اولین منبع تشریعشون قرآن هست و بعد از آن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. موردی رو که خلاف سنت هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده، ما به هیچ عنوان مجاز نیستیم که اون کار رو در واقع انجام بدهیم. کسانی که اومدن از کار جدیدی رو احداث کردند که در زمان رسول الله نبوده، مراسمی رو به عنوان مراسم عبادتی ایجاد کردند که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، بدعاتی رو اضافه کردند، عاداتی رو اضافه کردند، جز دین قرار دادند، روش‌هایی رو جز دین قرار دادند که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. اینها عملاً دارن میگویند که دین الله ناقص بوده و رسول الله دین رو به صورت کامل به ما نرسانده. زیرا آن چیزی که رسول الله به ما رسانده، خود رسول الله بر آن عامل بودند و اصحاب رسول الله، اهل بیت و ائمه بزرگوار ما بر آن عامل بودند. میبینیم که چنین خرافات و بدعات و این همه مراسم دست و پاگیر در اون زمان در واقع نبوده. همهشون در قرن چهارم و پنجم بعد از این بحث تصوف و بسیاری از این بدعات در واقع ایجاد شده. اما بحث این که اگر کسی یک فردی را که پیرو سنت هست میگوید که من دینم را از الله و رسول میگیرم، هر کاری رو که رسول الله انجام داده من انجام میدهم، کاری رو که در زمان رسول الله نبوده، اصلی در دین ندارد، در احادیث رسول الله نیومده، در عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیومده، من اون رو رد میکنم. این دقیقاً همون چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما خواسته که بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. بحث به اصطلاح ائمه بزرگوار ما، امام ابو حنیفه و مالک و شافعی، همه بزرگواران که بودن، دین رو از قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع میگرفتند. اما اینکه اگر کسی مخالفت بکند به خاطر اینکه شبهه‌ای برایش ایجاد شده، یک فرض کنیم که فرد صوفی یک چیزی رو بهش گفته، به اون باور کرده و میگوید که نمیدونم که فلانیا اهل بدعت هستند، سلفیا نمیدونم کافر هستند، وهابی هستند، نمیشه که فتوای کفری رو در این زمینه صادر کرد. زیرا که ولو اینکه عمدن همینو گفته باشند که اونها یعنی نسبت به بدعت داده باشند، نمیشه که کسی رو به خاطر این تکفیر کرد و تکفیر خودش یک سری ضوابط مشخصی رو داره، یک سری موانع و شروطی رو داره که این تمام موارد رو باید انسان در نظر بگیره. و این که یک مسلمانی به یک مسلمان دیگر میگه فلانی بدعتی هست یا فلانی دچار یک بدعت شده، این به هیچ عنوان نمیتوانیم که چنین کسی رو تکفیر بکنیم مگر کسی که یک بدعتی رو انجام بدهد که در حد کفر باشد و علمای در واقع ربانی تشخیص داده باشند که این مخالف با شریعت است، کفر صریح هست، برای اون کس در واقع که این بدعت رو آورده توجیهش کرده باشند، توضیح داده باشند، اما با وجود این بر نمیگردد، اصرار بر جهالت و اصرار بر شرک و بدعت میکند، اون یک بحث جداگانه هست و حکمش را هم فقط میتونند که علما در این زمینه صادر بکنند. و در مورد 4 مذهب اهل سنت و الجماعت، ما اینو تمام علمای اهل سنت و الجماعت یعنی سلفی و غیر سلفی بر این اتفاق نظر دارند که عمل کردن بر مذاهب اربعه از نظر شرعی
کلی مجاز هست. یعنی هر 4 مذهب اهل سنت و الجماعت چون که در اصول یکی هستند، عمل کردن بر اونها جایز هست و هیچ کسی نمیتواند بگوید که حنفی معتبر نیست یا حنفی بگوید که شافعی معتبر نیست، شافعی بگوید که نه مالکی و حنبلی معتبر نیست. نه، چون چیزی نیست. همه علمای هر 4 مذهب اتفاق نظر دارند که هر 4 مذهب اهل سنت و الجماعت برگرفته از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و سلفیت خارج از این 4 مذهب نیست. دقیقاً بر همان مبنایی که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنیان گذاری شده، بر همان مبنایی که مذهب امام شافعی هست، امام احمد و امام مالک مذهبشون رو بنیان گذاری کردن، تفکر سلفیت دقیقاً همان تفکری هست که ائمه بزرگوار ما و 4 امام بزرگوار ما داشتیم. یعنی عمل کردن بر قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر فهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیروی از سنت رسول الله و خلفای راشدین. این عمل کرده هر 4 مذهب است و امروزه که سلفیت اگر حرفی رو میزند خارج از 4 مذهب نیست، حتما جز یکی از این مذاهب هست حرفشون، منتها یعنی قول خودشان را مستدل میکنند با قرآن و حدیث با توجه به نظر محدثین که فلان حدیث صحیح است یا ضعیف است، یکی از اقوال 4 مذهب رو ترجیح میدن، خارج از 4 مذهب نیستن، 4 مذهب رو رد نمی کنن، معتقد هستند که عمل کردن بر هر 4 مذهب جایز هست. منتها بالفرض اگر در یک مسئله به طور مثال امام شافعی رحمت الله علیه قولش مرجوح باشد، خب قولی در مقابل میبینیم قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راجح هست. اگر یک عالم بنابر تحقیق انجام داده ولو اینکه شافعی هست بگید که در این مسئله با اینکه من شافعی هستم اما امام شافعی رحمت الله علیه نظرشون معتبر نیست، نظر معتبرتر نظر امام ابو حنیفه است، هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد. اینم یک عالمی هست که چنین فتوایی رو داده، در دایره 4 مذهب اهل سنت و جماعت هستند و سلفیت چیزی خارج از قرآن و سنت نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این بود، گفتن که اگر کسی نیت نماز تهجد خواندن را داشته باشد و بخوابد اما وقتی که بیدار شود نماز صبح شده است، چی می شود؟ یعنی این که انسان میشه باید با نیت این که نماز صبح را در واقع با جماعت بخواند، میشه با این نیت بخوابد. در روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده کسی که نماز عشا را و نماز شب را در جماعت بخواند گویا که تمام شب را قیام کرد، یعنی ثواب عبادت تمام شب به اون میرسد. و کسی که در آخر شب قیام بکند نماز شب را بخواند، این در واقع یک فضیلتی افزون بر این هست. و من دقیقا متوجه نشدم که سوال بیننده من این بوده که یعنی به نیت نماز تهجد خوابیده که بلند بشود و نماز وتر رو نخونده، وقتی که بیدار شده وقت نماز فجر بوده، نماز صبح بوده، از نظر شرعی جایز هست، میتواند که نماز وتر رو قضا بیاورد، لازم نیست. خود نماز وتر در واقع بنابر قول راجح سنت هست، یک از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در این زمینه خیلی تاکید کردن. جایز هست برای شما و یا بگیم که سنت هست که برای شما که نماز وتر رو اگر قضا شد در روز اون رو قضا بیاورید. منتها قضا آوردن نماز وتر به صورت وتر نیست، نماز وتر مخصوص شب هست. اگر شما بخواهید که نماز وتر رو در روز قضا بیاورید باید به صورت زوج باشه. اگر عادت شما این بوده که یک رکعت نماز وتر میخوندید، اگر قضا شد در روز اگر خواستید که قضاش رو بیاورید 2 رکعت بخوانید. اگر همیشه 3 رکعت نماز وتر رو میخوندید قضا شد در روز همون 4 رکعت رو بخوانید. اما عرض کردم که این یک مسئله اختیاری هست برای شما و میتوانید که قضاش رو بیاورید و اگر قضاش رو هم نیاوردید هیچ گونه گناهی بر شما نیست. و همین که به نیت نماز تهجد و نماز وتر خوابیدید، ان شاء الله همین نیت شما هم الله متعال خود این نیت را یک عمل صالح برای انسان های مسلمان به شمار می آورد. جزاکم الله خیر. فکر کنم که همین بیننده من بودن که در مورد کیفیت نماز وتر هم سوالی رو داشتن. در مورد صلات نماز وتر کیفیت های متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع نقل شده و توصیه کردن. روایتی قبلا خوندم خدمت بینندگان عزیز که اولاتر و بهتر این است که شما نماز وترتان رو تأخیر بیاندازید تا قبل از نماز فجر.
برای کسانی که برای نماز تهجد بیدار میشوند یا حداقل قبل از اذان بیدار میشوند به اندازه وقت دارند که نماز وتر رو بخوانند. اولاتر و بهترین است که نماز وتر رو به تأخیر بیاندازند بنابر روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه. اما اگر کسی میداند و مطمئن است که بیدار نمیشود یا احتمال و گمان غالبش این است که بیدار نمیشود، اولاتر این است که نماز وتر رو در اول شب بخواند، یعنی بعد از نماز عشا بخواند، قبل از خواب بخواند، مانند اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند که حضرت ابوذر یا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه را که قبل از خواب در واقع نماز وترشان را بخوانند. کیفیت نماز وتر متعدد اومده. یک رکعت جایز هست که نماز وتر بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الوتر رکعت من آخر اللیل. روایت صحیح مسلم هست که نماز وتر یک رکعت هست در آخر شب خونده میشود. روایت صحیح بخاری و مسلم که صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب دو رکعت هست. فاذا خشی احدکم الصبح فلیصلی برکعه، که نماز شب دو رکعت هست. اگر ترسیدید که صبح فجر طلوع بکند، صلی رکعتا، یک رکعت دیگر اضافه بکند. یعنی یک رکعت وتر ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. 3 رکعت ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم با 2 کیفیت، یعنی 3 رکعت با 1 سلام ثابت هست که به صورت مسلسل خونده بشود، یعنی با 1 سلام و 1 تحیات خوانده بشود، که در روایت سنن ترمذی و سنن نسائی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرهن. 3 رکعت میخوندند، نمی نشستند مگر در آخر این 3 رکعت، یعنی 3 رکعت رو با 1 التحیات میخوندند. 3 رکعت با 2 تحیات هم جایز هست که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه 3 رکعت رو با 2 تحیات میخوندند، یعنی با 2 سلام میخوندند و گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه نماز میخوندند، که در صحیح ابن حبان اومده. و همچنین در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 رکعت با 1 سلام و 2 تحیات هم در واقع وارد شده، گرچه از نظر سند حدیثی سند درستی این مطلب ندارد، اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این مورد هم جایز هست. غیر از این 5 رکعت هم جایز هست، 7 رکعت هم جایز هست، یعنی 5 رکعت یا 7 رکعت با 1 سلام. 5 رکعت یا 7 رکعت با 1 سلام یک سره بخوانید، یعنی 5 رکعت رو بخونند فقط با 1 تحیات بخونند، یا با 7 رکعت رو با 1 تحیات بخونند، هیچ گونه اشکال نداره. روایت صحیح مسلم هست که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی من الليل 13 رکعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم شبها 13 رکعت میخوند که یوتر من ذلك ب5 لا یجلس الا فی شیء الا فی آخرهن، که از این 13 رکعت 5 رکعت وتر میخوند و در این 5 رکعت وتر نمی نشستند مگر در آخر می نشستند. این وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. در روایت ام سلمه رضی الله تعالی عنها در سنن نسائی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم 7 رکعت رو میخوندند به 1 سلام. کان النبی صلی الله علیه و سلم یوتر ب5 و ب5 لا یفصل بینهن بسلام. 5 رکعت یا 7 رکعت رو میخوندند و در وسط هیچ گونه سلامی رو نمیدادند. حتی جایز هست که 9 رکعت ما وتر بخوانیم. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست در صحیح مسلم، منتها با 2 تحیات. 9 رکعت با 2 تحیات هست و بقیهشون با 1 تحیات هستند، یعنی 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت یک سره خونده میشوند با 1 تحیات و 1 سلام. اما اگر خواستن 9 رکعت رو بخونند، 9 رکعت با 2 تحیات خونده میشوند. 9 رکعت یعنی 8 رکعت بخونند، بنشینند در التحیات، 1 تحیات بخونند، دوباره بلند بشوند و در آخر 1 رکعت دیگر بخونند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم 9 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را که به عنوان وتر میخوندند این گونه توصیف کردند که بعد از 8 رکعت می نشستند، قعده و تحیات رو میخوندند و بعد از آن بلند میشدند 1 رکعت دیگری رو میخوندند. پس بنابراین 1 رکعت هم جایز هست برای هر کسی که بتواند که بخواند یا وقت نداشته باشد. 3 رکعت هم جایز هست با 1 سلام و 2 سلام. 5 رکعت و 7 رکعت با 1 سلام و 9 رکعت با 5 رکعت و 7 رکعت با 1 تحیات و 1 سلام و 9 رکعت با 2 تحیات و 1 سلام خونده می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد ولی که در حدیث قدیر آمده سوال کردن، گفتن که ولی که در حدیث قدیر آمده چه معنی دارد و در حدیث هم آمده که ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفته است که انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا ولی به معنی دوست است یا به معنی جانشین؟
ولی در حدیث قدیر نیومده. در حدیث قدیر لفظ مولا اومده و به اتفاق شیعه هم روایتی که شیعه دارند، روایتی که اهل سنت و الجماعت دارند و که خیلی مشهور است، من کنت مولاه فعلی مولاه. اختلاف ما و بحث ما بر سر کلمه مولا هست، نه بر کلمه ولی. و لفظ مولا در هیچ جایی، نه در قرآن و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه در گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه در زبان عربی، در هیچ جایی لفظ مولا به معنی حاکم، به معنی خلیفه، به معنی جانشین، به معنی امام در واقع ذکر نشده. خود امینی هم وقتی که در کتاب خودش این بحث رو مطرح می‌کند 27 تا معنی رو برای لفظ مولا ذکر کرده و هیچ کدام از این لفظ مولا معنیاش را به معنی در واقع امیر یا خلیفه یا جانشین و امام در واقع نیاوردن. نهایتش این بوده که لفظ اولا رو گرفتن، به لفظ مولا رو به معنی اولا کردن و یک اولا به تصرفی رو هم بهش چسبوندن که هیچ گونه دلیل شرعی بر این وجود نداره. اختلاف من و شما بر سر لفظ ولی نیست، بر سر لفظ مولا هست. در حدیث قدیر، در حدیث قدیر لفظ ولی نیومده و روایتی که در صحیح مسلم و روایت دیگر اومده که ابوبکر گفت من ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، یعنی این که به جای ایشان مسئول اموال غنیمت هستند. خود این روایت در صحیح مسلم در باب اموال فی اومده، اموالی که جز اموال غنیمت در واقع شمرده میشوند، به معنی سرپرستی بر اموال غنیمت هست، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل میکردند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عمر هم دقیقاً به همان کیفیت عمل کردند. ولی امر به معنی حاکم، به معنی جانشین، به معنی خلیفه میاد، اما مولا به هیچ عنوان به معنی خلیفه و جانشین در واقع ذکر نشده. جزاکم الله خیر. آقای اسلام الدین گفتن که راننده ماشین سنگین هستن، تریلی هستن و در بین راه وقتی که در سفر بودن در یک مسجدی در رستوران نماز ظهر را که چون مسافر بودن به صورت قصر خواندم و بعد از آن 4 رکعت سنت نیز گفت خواندم. کسانی که اونجا بودن گفتن که تو حق نداری که در سفر سنت بخوانی. آیا این حرف درست است یا نه؟ و همچنین گفتن که در ماه رمضان اگرچه که میتونم این امکانش دارم که روزه رو بخورم چون مسافر هستم، ولی چون طاقتش رو دارم روزه رو میگیرم. نماز سنت در سفر که حق نداری که بخوانی، این حرف بیهوده‌ای هست. انسان نباید که به ذوق و مذاق شخصی خودش یک چیزی رو حلال بکند یا حرام بکند. به اتفاق هر 4 مذهب اهل سنت و الجماعت شما حق دارید که نماز سنت رو بخونید، یعنی اختیار خودتون هست. اگر تنها بودید، فرصت داشتید و ذوق و علاقه داشتید و با نشاط بودید، میتونید که نماز سنت رو بخونید. اما به اتفاق علما اگر سنت نخوندید بازم گناهی بر شما نیست. یعنی برای مسافر جایز هست که نماز سنت را بخواند و همچنین جایز هست که نخواند. این بستگی به نظر خودش دارد. اگر خیلی عجله دارد همون 2 رکعت نماز فرض رو بخواند و مسیرش رو ادامه بدهد. اگر نشسته یک جای اتراق کرده استراحت میکند و دلش میخواد که نماز سنت بخواند، هیچ گونه مانعی وجود ندارد و کاملا جایز هست. حتی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه روایاتی رو هم داریم. و اگر خواستید که نخوانید باز هم جایز است. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که اگر قرار بود من در سفر نماز سنت بخونم، همون نماز فرض رو 4 رکعت میخوندند. یعنی اینکه جایز هست برای شما که در سفر نماز سنت بخوانید اگر توانستید و وقت بود. اگر وقت نبود یا نخواستید، نتوانستید، نخوانید، هیچ گونه گناهی بر گردن شما نیست. و همچنین در باب روزه برای شخص مسافر، ولا اینکه دائم السفر باشد، راننده ماشین سنگین باشد یا راننده اتومبیل برای مسافر کشی باشد، کارش همین هست. وقتی که مسافر هست الله متعال بهش اجازه داده، این به اختیار خودش هست. اگر میخواهد روزه بگیرد اولاتر و بهتر هست. اگر روزه هم نگرفت هیچ گناهی برگردن اون نیست، میتواند که بعد از رمضان دوباره قضایش را بیاورد. این امر برمیگرده به خود اون کسی که مسافر است. اگر خواست سنت بخواند، نخواست سنت نخواند. اگر خواست روزه بگیرد، نخواست روزه نگیرد و بعد از رمضان دوباره قضایی بیاورد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی برنده گفتن که در حرم امام در قفا یا پشت سر مأمومین قرار دارد، حکم این نماز چی میشه؟ بنابر قول جمهور علما اگر کسی یعنی امام جلوتر از امام باشد، یعنی این که امام پشت سر باشد، یک فرد جلوتر باشد، نمازش باطل هست.
قول جمهور علما است، مگر در صورتی که یعنی ضرورتی باشد. این اقتدا درست نیست مگر در صورتی که ضرورت باشد، مانند این که اصلا هیچ جای دیگری برای اقتدا کردن و خواندن نماز جماعت وجود نداشته باشد، که بسیاری از علمای معاصرین فتوا دادن که جایز هست بناس بر ضرورت مقتدی جلوتر از امام بیستد. اما در حرم مکی گمان نمی‌کنم و چون این اتفاق نیفتاده که مقتدی جلوتر از امام ایستاده باشه. منتها در حرم مکی که نقطه‌ای هست که در بقیه اطراف خانه کعبه اشکال ندارد، میتواند که مقتدی چسبیده تر باشد به خانه کعبه، اما در جایی که امام ایستاده و در طرفی که هست، یا زاویه که امام ایستاده، در این زاویه نباید کسی جلوتر از امام هست و معمولا این کار رو انجام میدهند. یعنی در طرفی که امام ایستاده دو طرفش خالی میکنند، یعنی به موازات امام، اما از اطراف دیگر افرادی هستند که چه بسا چسبیده به خانه کعبه نماز بخونند. این جلو افتادن بر امام شمرده نمیشد، حکمشون حکم جداگانی هست. فقط کسانی که در کنار امام هستند یا در جهت امام ایستادند، اینها نباید جلوتر از امام بیستند، که اصلا اجازه نمیدهند که در سمت امام کسی جلوتر از امام در واقع بیستند. و این کسانی که پشت کعبه نماز میخونند، یعنی در مقابل فرض کنیم که جهت غربی نماز میخونند یا شمال و جنوب نماز میخونند و چسبیده تر هستند به خانه کعبه، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد، در صورتی که جلوتر از امام نیستند. در واقع در قسمتی که امام ایستاده کسی جلوتر از اون نباشه نمازش درست است. در بقیه سه طرف خانه کعبه اگر جلوتر از امام باشند، به این معنی که چسبیده تر باشند به خانه کعبه، هیچ گونه اشکال نداره و نمازشون درست است. جزاکم الله خیر. در اینجا من اتاق فرمان دوباره خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و باز بینندگان لطف کنید وقت تماس میخواد بگیرید از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. آقای ابراهیم پرسیدن اگر شخصی در دعا بگوید خدایا به طفیل و محبت فلان امام یا فلان پیر که دارم، حکم این حرف چیه؟ این فرق میکنه که به طفیل محبت با امام، یعنی محبت کی با امام؟ اگر یعنی منظور از امام رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فلان صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا هر کسی که هر انسانی که نیکوکار هست، انسان مسلمانی که انسان رو به خاطر الله دوست دارد، به خاطر الله، چون که مؤمن بوده با اون در واقع دوستی دارد و خود این محبت کردن هم یکی از انواع در واقع اعمال صالح هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که با مؤمنان در واقع ما دوستی داشته باشیم. اگر منظور شما این است که پروردگارا به خاطر محبتی که من با اولیای تو دارم، به خاطر محبتی که من با رسول الله، با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صحابه و با امام ابو حنیفه و بقیه ائمه دارم، به خاطر محبتی که من دارم، این اشکال نداره، جایز هست. پروردگار به خاطر محبتی که من با تو دارم، محبتی که با پیامبرت، با دینت، با امامان بزرگوار دارم، محبتی که با اسلام دارم، پروردگار فلان حاجت ما را برآورده بکن، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. این نوع توسل به عمل هست. محبت یک نوع عمل قلبی هست، چون که این عمل رو شما انجام دادید، پس بنابراین می توانید به عمل خودتون در واقع توسل بکنید. اما اگر به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم، به جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر محبتی که تو با رسول الله داری، به خاطر محبتی که تو با فلان امام داری، خب در اینجا شما نقشی ندارید. اصلا در این زمینه شما چه کاره هستید؟ الله با رسولش محبت دارد، الله با فلان امام و فرض کنیم که فلان صحابی محبت دارد. در این زمینه نقش شما چی هست؟ شما کاری رو انجام ندادید که بخواید اون رو پیشکش بکنید به درگاه الله متعال. پروردگار به خاطر محبتی که تو با فلان در واقع پیامبر داری، این نوع توسلی هست که از نظر شرعی اشکال داره. اما اگر توسل به این باشه که شما با عمل خودتون توسل میکنید، به خاطر محبتی که من با الله دارم، با پیامبر و صحابه و ائمه دارم، پروردگار فلان حاجت مرا برآورده بکن، این توسل صحیحی از اشکال شرعی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیزم آماده است و اولین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سوال شرعیتون لطفاً. سوال من همیه که چی اندازه گذاشته شود که سنت چی به جا می‌آید؟ دوباره پرسین. ریش چی اندازه گذاشته شود که سنت ریش موندن به جا می‌آید؟ سوال دیگه هم دارین؟
سوال دیگر این که وقتی نماز جماعت شخص میتونه که با موبایل صفحه رفع آمد کنه، یعنی که امام ستره میشه و برای صف بده بیو درست. ستره شیده میتونه، یعنی عبور در بین صفها در وقت نماز جماعت. بله. سوال واضحه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه مثلا نماز جماعت هست، امام هم هست، یک شخصی در وسط صفهای دیگه رد بشه، آیا این جایزه یا نه؟ بفرمایید. سوال دیگر این که نماز ویتر به عذر، یعنی که خوف نیسته که صبح میشه که نماز یک رکعت بخونه، نماز ویتر. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. دوباره تماس شدیم، مرتضی هستم از آلمان. بفرمایید. یک سوال خیلی مهم است، میخوام یکم توضیح بده، میره استاد توضیح بده. سوال از قرار است که در آلمان ما زندگی میکنیم، درست است؟ بله. نگاه اسلام ما میشنید صدای ما؟ بله در آلمان زندگی میکنید؟ بله در آلمان زندگی میکنیم، خاطر نگاه اسلام من هستم اصلا به این خاطر که ما باید از نگاه تبلیغ دین باید اینجا بیایی، یا مشکلاتی که در کشور است مثلا مشکلاتی جانی چطور باشه. بله از طریق گوشی تلفن ادامه بدین صحبتتون، یعنی منتظر نباشین صدا تلفن. او خیلی زیاد بخشش میخوام متوجه نبودم. الان دوباره حرفتون رو تکرار بکنید چون جمعش بکنید، یعنی ادامه بدین. من صحبتتون دارم میشنم، شما ادامه بدین. زران تماس قطع شد، اگر تونستید دوباره تماس بگیرین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خواستم ببینم در دنیا چه کار میتوان انجام داد که در روز قیامت به رسول الله نزدیکتر باشیم؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یک سوال داشتم که یک شبکه هست به نام شبکه هیپ تیوی، میگه من دعا میکنم مثال شخصان بیمار شفا مییابند و چند نفرانی که هست زنگ میزنن که ما مثال زنگ دادیم به شما شفا یافتیم، آیا حق داشته باشد یا نه؟ این اصلا این شبکه اسلامی هست یا مسیحی هست؟ این چیز هست؟ اکنون من راست دیگر توال خود ندیدم، اما همین درباره همسایه ها بسیار تعریف میکنن. من که در سپوتنیک شما قرار دارم، حالا تا اون سپوتنیک نگذاشتم، میگن نمیدونم شعر میخوند، آیت میخوند، تا حال من خود ندیدم اما بسیار تعریف میکنن. من خودم فکر کنم این شبکه مسیحی یا همین چیزایی هست که خب یک فیلمی دیگه بازی کردنی که جلو مردم نمایش میدن، ما مردم رو شفا دادیم و این کارا رو کردیم. این چیزا رو هیچ وقت نکنید، باور نکنید، ولی ان شاء الله سوال میکنیم سوالتون رو. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. سوال شریعتون لطفا. مولانا ابوالقدوس هم عرض سلام و خسته نباشید داشتم. یه سوال داشتم خدمتتون. من یه مدت پیش به یه نفر بدهکار بودم، یه شماره حساب بهم داد، فقط اسم کوچیکشم میدونم. بعد هم شماره حسابش رو گم کردم، هم شماره تلفنش هم عوض کرده. من میتونم این پولو که بدهکارم صدقه جاری بدم برای اون یه نفر یا نه؟ چند سالم منتظرم که پیداش کنم، 2 ساعت میشه ولی حالا پیداش نکردم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه همین. خیلی ممنون. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خیلی ممنون. سلامت باشید. خدا. تشکر ممنون. میکنم. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
سوالی داشتم خدمت استاد بزرگوار. بفرمایید. آیا روایت حدیثی هست که درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگن فقط در طول عمرش 20 تا از موهای سفید شده بود؟ آیا روایتی حدیثی هست؟ اگر استاد جواب بده ممنون میشم. درست، تشکر میکنم از شما. سلام علیکم و رحمت سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بفرمایید. دوباره تماستون وصل شد و فقط بلندتر صحبت بکنید و سوالتون رو ادامه بدین که در آلمان زندگی میکنید. ما بیادر از آلمان زنگ آدم نیست. ما زمانی که نماز میکنیم ببخشید صداتون قطع وصل داره میشه، بلندتر بگین. در آلمان زندگی میکنید؟ بله بله. الو. بله بله. اگر صحبتتون رو مختصر بگین، یعنی یه خلاصه‌ای بگین که همین قدر که بشنویم یعنی سوالتون رو بگیریم، یعنی به صورت داستانی نباشه که خیلی طول بکشه که تماسا قطع بشه، چون دارن خطتون مشکل داره که الان فکر کنم سومین بار تماس بگیرین ولی قطع میشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من 3 تا سوال دارم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سال اول مثلا رسانه خارجی BBC صدا آمریکا مثلا نگاه میکنی مثلا زن هست، چطوره گناه یا نه؟ سال بعدی؟ دوم مثلا کسی جنوب باشه مثلا نون بخوره یا غذا بخوره چطوره؟ کجا؟ مثلا جنوب باشه غذا بخوره چطوره؟ درست. سال بعدی؟ دیگه مثلا ریشی سفید باشه مثلا رنگ بزنی این چطوره؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه ندارم. خدا حافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. اتاق فرمان اگر از تماس از آلمان وصل شد دوباره وصل کنید و تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، صحبت کنید. نه اسلام الدینتون دوباره زنگ میزنم. همین روز نماز عشاء که در کعبه گزاریده شد، امام در جایی که جنازه میخوانند در داخل مسجد در همونجا بود، مردم در صحن گرد کعبه بود. ما این در نظر داشتم. برای نماز جنازه. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم السلام و رحمت الله. فقط لطف کنید از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یه سوال داشتم از جناب. ما کرج زندگی میکنیم، اکثر بله تهرانه. میتونین باشین صداتون کلا قطع شد، یعنی من از نو بپرسید. ما شیخ سال کرج زندگی میکنیم، به وقت تهران نماز بخونیم. ان شاء الله این سوالات اینجوریه، ما کرج زندگی میکنیم، به وقت تهران نماز بخونیم. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. الو سلام خاطر سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یک چند سوال دارم استاد بزرگوار. بفرمایید. سوال اولتون فقط مختصر لطفا. سوال اول اینه من ایران زندگی میکنم، اما اینجا عصر رو خفتن و اذان نمیدن. خب حالا اینا رو اذان میدن حالا درست، اما مغرب اینا اذان میدن، آیا منم اذان بگم درست است یا نه؟
درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه اینه که مثلا بله یکی مثلا پدرش که خود مثلا اونقدر با نماز علاقه نداره، خودش خیلی مثلا آدم درست که با نماز علاقه داره، اما چه نداره؟ دوباره بپرسیم. شیخ فهمیدی؟ این سوال دوم دوباره بپرسیم. ناسزگاری درست است یا نه خیر؟ نفهمیدم سوال دومتون رو دوباره بپرسیم. سوال دوم اینه که مثلا یکی هست مثلا پدرش نماز میخونه اما اونقدر علاقه نداره با نماز خوندن. یعنی فرزند علاقه نداره؟ مثلا بله نماز میخونه اما مثلا بله نمازش مثلا قضا میشه مثلا اونقدر علاقه نداره، اما پسرش خیلی مثلا گیری میده اما احترام میکنه، مثلا حرفای مثلا زشتی میزنه در مقابل پدرها یا در مقابل پدر حرفای زشت گفتن جایز است یا خیر؟ درست. تشکر از برنامه لطفتون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. بیاندارین عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. من مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد هستم از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود اسمه. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف
بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا سوالی که قبل از میان برنامه مونده بود، بیننده از تاجیکستان گفتن که نماز ظهر اینجا ساعت 1 ظهر خوانده میشد، آیا میشود قبل از آن چند دقیقه یا قبل از اینکه اذان گفته بشه نماز ظهر بخوانیم یا نه؟ اصل وقت نماز ظهر به اتفاق علمای اهل سنت و الجماعت، اصلا به اتفاق تمام مسلمانان، بعد از زوال شروع می شود. یعنی به محض این که زوال بشود، یعنی خورشید از وسط آسمان به طرف مغرب حرکت بکند و سایه بر بگردد، این وقت نماز ظهر هست. وقت زوال هم این است. وقت زوال یعنی زوال به معنی این است قیام روز یعنی چی؟ قیام روز یعنی وقت استوا، یعنی دقیقاً زمانی که خورشید به وسط آسمان رسیده، نصف روز هست. یعنی دقیقاً شما حساب بکنید از لحظه طلوع تا لحظه غروب تقسیم بر دوش بکنید، این میشود وقت استوا و وسط روز هست که در این صورت نماز خوندن جایز نیست. قبلا حدیث رو عرض کردم که جز اوقات مکروه است. اما به محض اینکه سایه بر بگرده، یعنی اینکه وقتی که خورشید طلوع میکند از طرف مشرق، سایه همه چیز به طرف مغرب هست، یعنی سایه به طرف مغرب است. هرچه خورشید بالاتر می رود، این سایه کم کم بر می گردد و وقتی که از این خط وسط آسمان خورشید بر می گردد به طرف مغرب، این سایه بر می گردد به طرف مشرق. به محض اینکه سایه بر بگردد یا خورشید از وسط آسمان به طرف مغرب تمایل پیدا بکند، این به معنی این است که زوال شده، یعنی خورشید از وسط آسمان به طرف مغرب نزدیکتر هست، حرکت کرده و وقت نماز ظهر هست. و معمولا این بیننده من از تاجیکستان بودن، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز ظهر رو با تأخیر میخونن. اگر شما قبل از این که مثلا در مسجد نماز خونده بشود، اگر شما قبلا نماز بخوندید، هیچ گونه اشکال نداره. یعنی 10 دقیقه ربع ساعتی که شما گفتید قبل از اون نماز بخونید، نماز شما درست هست و در وقت نماز ظهر شما نماز خوندید. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعد گفتن ریش چند اندازه گذاشته شود که به سنت نزدیک باشه؟ در مورد ریش رسول الله صلی الله علیه و سلم مقداری رو مشخص نکردند که اندازه ریش این مقدار باشد. در تمام روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، ایشون توصیه کردند به این که ریش را و محاسن را بلند بگذارید. لها اومده و عفلها اومده که به صورتی که رها بکنید، آزاد بگذارید یا اونها را در واقع اکرام بکنید و به حالت خودشون رها بکنید. این چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده در این اندازه هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم محاسن خودشون رو و ریش خودشون رو نمی گرفتن. منتها در این زمینه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و برخی دیگر از صحابه ثابت هست که در هنگام حج وقتی که حج می‌کردن، در کنار اینکه موی سرشون رو کوتاه می‌کردن، موی محاسن و ریش خودشون هم کوتاه می‌کردن به اندازه یک قبضه، این به اندازه یک مشت در واقع می‌گرفتن و پایین‌تر در واقع کوتاه می‌کردن. این از عمل برخی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. اما عملاً از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اندازه مشخصی رو ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کردند که ما محاسن رو به حالت خودش رها بکنیم. جزاکم الله خیر. یعنی بعد گفتن که وقتی که نماز جماعت برپا هست، آیا می شود در بین صف‌ها رفت آمد کرد به غیر از امام جلو امام؟ بله، در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی ما رو توصیه کردن وقتی که نماز میخونیم حتما ستری رو داشته باشیم. روایت حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه از در سنن ابو داود که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها. وقتی که نماز میخوانید در کنار ستره نماز بخوانید و نزدیک بشوید به ستره. ستره یعنی چیزی که شما را ستر میکند، شما را جدا میکند از در واقع جلوتر، یعنی در اندازه سجده که شما سجده میکنید، به اندازه که شما بتونید سجده بکنید، در اونجا یک ستره بگذارید. ستره هر چیزی هست. در خونه نماز میخونند، یک بالشتی رو بگذارند، یک سنگی رو در بیابان مثلا بگذارند، یک ظرفی رو بگذارند، هر چیزی که باشه که یعنی کسی که از جای دیگر میاد میخواد از جلوی شما عبور بکنه، متوجه بشود که شما نماز میخونید و تا اینکه از جلوی شما رد نشود و پشت سر ستره و اون چوبی یا سنگی که شما گذاشتید از اونجا عبور بکنید. این دستور رسول
الله صلی الله علیه و سلم هست. حتی بسیار از علما معتقد هستند چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده اذا صلی احدکم فلیصلی و دستور فلیصلی الی سترة ولیدن منها، به خاطر این تاکیداتی که در این روایت اومده گفتند که ستره گذاشتن در هنگام نماز سنت هست. اما در مورد این که اگر امام در یک جایی در نماز جماعت ستره گذاشته بود، آیا می شود که در وسط صفها یعنی از جلوی مقتدی ما رد بشیم؟ از جلوی امام نه، یعنی از جلوی امام، از فاصله که امام ایستاده تا جایی که ستره رو گذاشته جایز نیست که ما رد بشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر کسی میدانست که چه اندازه گناهش سنگین از وقتی که از جلوی نمازگزار رد می شود تا 40 هم صبر میکرد. الان 40 ساعت، 40 روز یا 40 سال، یعنی اگر صبر بکند ارزش این رو دارد که این گناه رو مرتکب نشود که از جلوی نمازگزار در واقع رد بشود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر کسی خواست از جلوی شما رد بشود اون رو منع بکند، نگذارد از جلوی شما تا این فاصله که ستره هست رد بشود و اگر که رد شد اشاره بکنید با دست خودتون که متوجه بشود که شما نماز بخونید. حتی در روایت اومده که فإن ابا فلیقاتله، اگر اصرار داشت که حتما از میان شما و میان ستره رد بشه از این فاصله، اصلا با اون بجنگید که این در واقع شیطان هست، یعنی یک انسان شیطان صفتی است. در این اندازه تاکید شده در مورد ستره. اما در مورد این که وقتی که امام ستره داشته باشد، علما میگن که این ستره امام ستره برای مقتدی هم هست. ستره امام ستره برای مقتدی هم در واقع شمرده می شود، به استدلال از حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که متفق علیه از در صحیح بخاری و مسلم اومده که من اومدم میگه که در منی دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله نماز میخونند با جماعت، من دیر رسیدم و با الاغی که سوار بودم اومدم از جلوی صف رد شدم و الاغش رو برد جلوی در واقع نمازگزاران اونجا بست، دوباره اومد در کنار صف ایستاد. از این حدیث استدلال می شود در صورتی که امام ستره داشته باشد از رد شدن از جلوی مقتدی اشکال شرعی ندارد و جایز است. منتها به هر صورت انسان مراعات بکند اولاتر و بهتر هست. اما اگر که مجبور بود اشکال ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن از ترس این که نماز صبح شود و نتونیم نماز وتر بخونیم، آیا میتونیم فقط یک رکعت وتر بخونیم؟ بله، دقیقاً این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که صلات اللیل مثنی مثنی، که نماز شب دو رکعت هست و فرمودن اگر ترسیدید که صبح بشود یک رکعت بخوانید که نماز وتر شما حساب می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در دنیا چه کار کنیم و چه کارهای انجام دهیم که روز قیامت به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشیم؟ در این زمینه آیات و روایات متعددی اومده، من جمله این که الله متعال میفرماد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین، کسانی که اطاعت بکنند از الله و رسول اینها در روز قیامت همراه با پیامبران خواهند بود. پس بنابراین اولین قدم برای صحبت رسول الله و همراهی رسول الله در روز قیامت این است که ما پیرو الله و رسول الله باشیم. هرچی ما بیشتر مطیع باشیم در روز قیامت ان شاء الله نزدیکتر خواهیم بود. هرچی بیشتر به سنت های رسول الله اهمیت بگذاریم و بر اونها عامل باشیم ان شاء الله در روز قیامت نزدیکتر خواهیم بود. در روایت دیگری اومده در صحیح بخاری از حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه که برخی اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کردن یا رسول الله ما احیانا بعضی از افراد رو دوست داریم اما عملمون به اون اندازه نیست. یعنی گفتن ما افرادی رو دوست داریم اما عملمون به اون اندازه نیست که در روز قیامت در سطح آنها باشیم، همراه اونها باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که المرء مع من احبه، شما با هر کسی که دوست داری در قیامت با او همراه هستید. صحابه میگن که با هیچ حدیثی ما به اندازه این حدیث خوشحال نشدیم. تصور میکردند که رسول الله مقامشون خیلی بالا هست، در روز قیامت ما رسول الله رو نمیبینیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که المرء مع من احبه، که ان شاء الله همه ما مرافقت و صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در قیامت دریافت بکنیم. روایت دیگری هست در صحیح مسلم هست از ربیعه ابن کعب هست که ایشون خدمتگزار رسول الله بودن، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم آب بردند که ایشون وضو بگیرن و بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون گفت که از من یک دعایی بخواه که برای تو دعا بکنم. چون که خدمتی رو کرده بود به رسول الله، خواستند خدمتشون بی جواب نماند، گفتند که بخواه از من چی میخوای یک دعایی برای شما بکنم. ربیعه گفت که اسأل مرافقتک بالجنه، من میخوام در روز قیامت همراه تو باشم.
رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که نمیشه سوال عوض بکنی یک چیز دیگه بخوای. گفت نه، من سوالم اینه که من میخوام در روز قیامت همراه تو باشم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. روایت صحیح مسلم است که پس بنابراین اگر میخوای در روز قیامت همراه من باشی، با زیاد سجده کردن، زیاد نماز خوندن مرا یاری بکن. یعنی من دعا میکنم تو هم کمک بکن. کمک تو این است که بیشتر نماز بخوانی تا اینکه در روز قیامت همراه من باشی. روایت دیگری در صحیح بخاری هست از سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه اومده و در سنن هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انا و کافل الیتیم فی یوم القیامه هکذا. من و سرپرست یتیم در روز قیامت این گونه هستم. و در روایت اومده که این دو انگشت سبابه و انگشت اشاره و ابهام و وسطا رو اشاره کردند و یک مقدار فاصله دادن، یعنی زیاد اینا رو باز نکردن. این گونه یک مقدار فاصله دادن. من و کسی که سرپرست یتیم باشد در روز قیامت این گونه خواهیم بود. اینا اعمالی هستند که انشاءالله ما رو در روز قیامت صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیب ما خواهند گردان و سبب می شوند که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر باشیم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که شبکه‌ای هست که ادعا دارد که در آن او میتواند بیمارها رو شفا بدهد و خیلی هم زنگ میزنند و میگویند که ما شفا پیدا کردیم. این شبکه‌ها چه حکمی دارد دیدنشون؟ بیشتر این افراد شیادی هستند که ادعا میکنند که مردم رو در واقع رقیه شرعی میخونند یا مردم رو شفا میدهند و بارها مشاهده شده وقتی که تماس میگیرند این افراد. یکی از دوستان نزدیک اینو برای من تعریف میکرد، حتی شبکه‌های عربی که در این زمینه هستند زنگ میزنند، شما مجبوری که زنگ بزنید و اون شبکه قراردادی داره مثلا با شرکت مخابراتی که در اون کشور هست و یک مقداری از این هزینه‌ای که برای تماس میرود یک مقدارش میرسد به شرکت مخابرات و یک مقدارش میرسه به اون شبکه و اینا سعی میکنند که یعنی تماس رو طولانی بکنند. یعنی هر وقتی شما زنگ میزنید به خاطر اینکه پول بیشتری به اونها برسند هی تفصیلات بیشتری میپرسن و حتی اون دوست میگفت که این بیننده رو دستور داده خب گوشی رو بذارم اینجوری برو تو فلان اتاق نگاه بکن، نمیدونم تو حمامت برو نگاه بکن تا موی پیدا میشه نمیشه و از این تفصیلاتی میخواستن به خاطر اینکه این مکالمه طولانی تر باشه و به اصطلاح هزینهش بیشتر بشود و این شبکه بیشتر فایده ببرد و اینا شیادانی هستند که در واقع به شما دروغ میگن. برای شفا حاصل کردن شما میتوانید به پزشک مراجعه بکنید، اسبابی رو الله متعال قرار داده. اگر میخواید توسط دعا و قرآن شفا پیدا بکنید همین قرآن پیش شما هم هست. سوره حمد رو بخوانید 7 مرتبه بر بیماران خودتون بدمید. سوره هر جای از قرآن کریم رو بخوانید بر بیمار بدمید ان شاء الله که الله متعال اون رو شفا میدهد. لازم نیست که به کسی در این زمینه و به خاطر این کار پولی رو پرداخت بکنید. جزاکم الله خیر. خارج تماس گفتن که به یک نفر بدهکار بودم و اسم اولش با شماره حسابش را بهم داده بود ولی اون رو گم کردم و شماره تماسش رو نیز هم گم کردم. الان اونو نمیدونم کجا هست، چند سالم گذشته. آیا میتونم اون پول را به عنوان صدقه به ثواب اون شخص به فقیرها بدم؟ بله، راه شرعیش این هست که این پول رو صدقه بکنند به نیت صاحب مال. اون کسی که از شما حقی رو طلب داره الان ناپدید شده، از دنیا رفته، نقل مکان کرده، شما دسترسی ندارید به اون، حکمش این است که این پول رو شما در صدقه بکنید یا صدقه جاریه بکنید. اولاتر و بهتر از خدمت بیشتری رو کردی، یعنی صدقه ای که باقی بماند و نفع مستمری رو در واقع داشته باشد، این اولاتر و بهتر است. بالفرض اگر این کار رو انجام دادید، این پول رو شما صدقه کردید و بعد از این که شما پولی رو به نیت اون فرد صدقه کرده بودی، صاحب مال الان اومد میگه که الان قرض ما رو به من بده، حکمش این است که شما باید قرضش رو دوباره بدهید و اون صدقه ای که دادید اون به حساب خودتون هست. اگر پیدا نکردید صدقه بدید به نیت صاحب مال، اما اگر بعداً پیدا شد شما از نظر شرعی مکلف هستید که حق اون رو پرداخت بکنید. صدقه‌ای که دادید در اون صورت به حساب خودتون در واقع شمرده می شود و با این کیفیت شما بریء الذمه خواهید بود. جزاکم الله خیر. آیا حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول عمرش فقط 20 تا از مویش سفید شده باشه؟ بله، در این زمینه روایات صحیح و صریح اومده از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. در صحیح بخاری اومده، در سنن ابن ماجه اومده، روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه است در صحیح بخاری و همچنین در سنن نسائی اومده که حضرت انس رضی الله تعالی عنه وقتی که یعنی سیمای رسول الله صلی الله علیه و سلم رو
برای اصحاب اینو به تصویر میکشیدند، قد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، بلندیشون رو، چاقیشون رو، نحوه راه رفتنشون رو. در آخر این روایت که در صحیح بخاری هست، حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمودند فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بیضاء، که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الله متعال وفات داد، اونو منتقل کرد به جهان آخرت، در صورتی که در سر و ریش مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی 20 تار مو هم سفید نشده بود. از بعضی از اصحاب روایت شده که 17 تا، یعنی 17 تا 18 تا 20 تا، اما در روایت حضرت انس که این دقیق تر هست در صحیح بخاری هست. و چون که حضرت انس رضی الله تعالی عنه خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، یا در روایت انس در سنن ابن ماجه اومده که سوال کردند از حضرت انس رضی الله تعالی عنه آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ریش خودشون رو خضاب میزدند، حنا میزدند یا رنگ میزدند؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمودند که موی سفید رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه نبود که ایشون بخوان حنا بزنند. در اون روایت اومده که لم یرى من الشیب الا نحو 17 او 19، که موی سفید رسول الله صلی الله علیه و سلم 17 تا 18 تا 19 تا در این اندازه بود و در حدی نرسیده بود که ایشون در واقع خضاب بزنند، یه موی خودشون رو حنا یا رنگ بزنند. بله این در روایت صحیح ثابت هست از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاکم الله خیر. دیدن شبکه‌ای که در آن مجری‌های زن هستند یا زن نشون میده آیا گناه هست یا نه؟ به صورت کلی انسان باید سعی بکنه صحنه‌هایی که در واقع تحریک کننده هست از هر شبکه‌ای که باشد نباید نگاه بکنند، و هرچی انسان تقواش بیشتر باشد به خاطر الله متعال حتی موارد مشکوک را ترک بکند، این اولاتر و بهتر است. انسان نمیتواند که یک مؤمن دقیق و کامل و 100% باشد مگر در صورتی که بسیاری از شبهات را در واقع ترک بکند. یعنی حلال مشخص هست و حرام هم مشخص است و بینهما امور متشابهات، در میان حلال و حرام مواردی هستند که مشکوک هستند در نظر شما. آیا حلال، آیا حرام است، آیا مکروه، این که مکروه است مکروه تحریمی هست یا مکروه تنزیهی است؟ در چنین موارد که شما شک دارید یا احتمال وجود داره، شما همون قوی تر رو بگید. یعنی اگر در میان حلال و حرام شما یعنی گیر افتاده بودید، حرام حساب بکنید. اگر در میان کراهت تنزیهی و تحریمی گیر کرده بودید، اینو تحریمی حساب بکنید. این برای دیانت شما و تقوای شما بهتر است. دنبال شبهه نباشید. بله. جزاکم الله خیر. آیا در حالت جنابت درست هست که انسان غذا بخوره؟ بله هیچ گونه اشکال نداره در حالت جنابت صحبت کردن، غذا خوردن، آشپزی کردن یا هر کار دیگری رو که شما میخواید انجام بدید جایز هست، به استثنای این که نمیتوانید قرآن بخوانید و نماز بخوانید، اما کارهای دیگر برای شما جایز هست. و همچنین طواف خانه کعبه جزء مواردی هستند که نیاز به وضو دارد، اما خوردن و آشامیدن و خوابیدن و آشپزی کردن و بچه رو شیر دادن و مواردی از این قبیل هیچ گونه اشکال شرعی ندارند، در هنگام جنابت جایز هستند. رنگ کردن ریش سفید چه حکمی دارند؟ بنابر قول راجح اشکال شرعی نداره، جایز هست. اگر کسی ریشش سفید شده از نظر شرعی جایز هست که خضاب بزند، یعنی رنگ بزند، حنا بزند یا کتم بزند که یک حنای پررنگی هست، و حتی اگر رنگ هم استفاده بکند ولو اینکه رنگ سیاه باشد باز هم اشکال شرعی ندارد و جایز هست. و روایتی که در صحیح مسلم اومده جنبوه السواد، این مدرج هست در روایت و جزء فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نیست، و رسول الله دستور دادند که پدر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو وقتی که آوردن گفتند که غیروا هذا الشیب، یعنی این سفیدی سرش را و ریشش را که اینو تغییر بدهید. و خضاب سنت هست، بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خضاب میزدند و حتی ثابت هست که بسیاری از صحابه رنگ سیاه میزنند مانند حضرت حسن و حسین یا حضرت سعد رضی الله تعالی عنه. این ثابت هست از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. 5 دقیقه وقت است با 4 تا سوال. بیننده بعدی گفتن که در حرم امام در جایی که
وقت نماز جنازه میخواند در داخل مسجد و مردم در صحن نماز میخوانند، این چه اشکالی نداره. گفت حتی در نماز جماعت اگر بنابر ضرورت باشد، قبلا عرض کردم که اشکال شرعی ندارد و این جزء مواردی هست که جزء موارد استثنایی هست، قابل کنترل نیست. در این موارد اشکال شرعی ندارد. خاص حرم هم باشه در هر جایی که باشه، یعنی حتی در نماز فرض عرض کردم که در صورتی که ممکن نباشد این اشکال شرعی ندارد، اما بر اصل این است که مقتدی ها پشت سر امام باشند و جنازه جلوی امام گذاشته می شود. این بر اصل است. اما اگر در یک جای شما رسیدید که ممکن نبود که شما پشت سر امام بایستید، جا نبود و مجبور بودید که جلو بایستید، حتی جلوی نماز جنازه هم که قرار بگیرید، از نظر شرعی در چنین صورت ها اشکالی نداره و جایز است. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن کرج زندگی میکنم، البته تماسشون قطع شد، خودمون دوتایی با هم چیز کردیم. من این گونه فهمیدم که ایشون گفتند که با افق تهران مثلا افق تهران نماز بخونم. افق کرج و تهران نزدیک هست، گرچه من توصیه میکنم که ایشون سعی بکنند که افق خود کرج رو در کدوم منطقه هستند، خود افق اون شهر رو پیدا بکنند از اینترنت یا حتی از اوقات شهری که در تقویم های هر شهر در واقع نوشته شده، سایت هایی که اعلام اوقات شهری رو اعلام میکنند، راحت شما میتوانید که اوقات شهری خودتون رو پیدا بکنید. اولاتر و بهتر این است که بر اساس افق خود شهری که در آن زندگی میکنید شما عباداتتون رو، نماز و روزهتون رو انجام بدهید. درست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن در ایران در یک شهر زندگی میکنم که نماز، این شهر شیعه نشین هستن که نماز عصر اذان نمیدن و من خودم اذان میدم، اما نماز مغرب گفتن که آنها اذان میدن، آیا من هم باید اذان بدهم یا نه؟ اولاتر این است که اهل سنت و الجماعت اکتفا نکنند به اذان شیعه. اذان شیعه‌ای که هست، اذانی هست که بدعت گونه هست، در زمان رسول الله و صحابه و اهل بیت نبوده و حتی بزرگان شیعه هم اعتراف کردند که این اذان اذانی هست که ساخته و پرداخته مفوضه هست و حتی صدوق اونها رو لعن و نفرین کرده در کتاب من لا یحضر که خدا اونها رو لعنت بکنه که این اذان رو، یعنی این شهادت به ثالثه رو در اذان یا بقیه مواردی که هست اینو در اذان در واقع اضافه کردن. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اذانی نبوده و ما درست نیست که بنابر یک اذانی که بدعت گونه هست و ناجایز هست بر اساس اون عباداتمون انجام بدیم. اولاتر و بهتر است که برای تمام نمازها خود شما اذان و اقامه بگویید. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که دوستی دارن که پدرشون اهل نماز هستن اما علاقمند به نماز نیستن و پسرشون به پدرشون بی احترامی میکنن و حرفای زشت به پدرشون میزنن. آیا این برخورد یک فرزند نسبت به پدر جایز است یا نه؟ به هیچ عنوان، یعنی حتی اگر پدر و مادر یعنی کافر مطلق باشند، حتی دعوت به کفر هم بکنند، باز هم الله متعال دستور داده و صاحب ما فی دنیا معروفه که در دنیا با بهترین وجه با اون پدر و مادر باید ما برخورد بکنیم. این وظیفه شرعی ما هست، ولو اینکه کافر باشند احترامشون بر ما واجب هست. اما اگر اینکه مسلمان هست اما در نماز کوتاهی میکند، این به طریق اولا به هیچ گونه جایز نیست برای شما که به پدر و مادر در واقع بی احترامی بکنید. میتوانید که پدر و مادر را دعوت بدهید، به تشویق بکنید و توصیه بکنید و ارتباطشون رو با علما برقرار بکنید، نواره های علما را، صوت علما را، فیلم هایی که در این زمینه هستند به سمع و نظرشون برسانید که در واقع بیشتر پایبند نماز باشند. اما به خاطر این که نمازشون سر وقت نباشه برای شما جایز نیست که به اونها بی احترامی بکنید. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. بینندگان عزیز نیز خسته نباشین که تا این لحظه با ما بودین و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. ما رو نیز از دعای خیر خودتان محروم نکنین. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري،
لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا